به نام خدا با عرض سلام باز میمان خانه شما شدیم که طرز تهیه مثلا ما بمیا پخته کنم دیگه شاید بمیا پخته کردن تا بمیا فرق کنه فرقی کنه یک ذره گوشتی اضافه پیاز جلوتر ریزه کردم گوشتی رو من میرزم که به خیلی خوشی سلامتی اینا پخته شه که باز بمیارم سرخ کنم هنه باز خود شما نوش جان کنیم. قابل فلفل و گوجم ریزه کردم ریزه بترزنم که اینا پخته شه سیر زایچه و نمکم دوباره بریزم و اینا بدم که گوشتا بزیره بمیا برو دیگه باید نجا برو تر باشه انشالله بینه گشته غذا خوشمزه شه بمیا ما خیلی خوشی پخته شد جا کنه گوزو شما ولی نوشه جان کنی سکنیم عزیزای دل به هزینه کم هم میشه بیترین غذا برای خود درست کنیم البته خواهی غذا قدیمی نیه کمی قدیمی کمی نیه جدیده ما دوست دارم همیشه یک غذای قدیمی برای شما پخته کنم یک غذای جدید برای شما پخته کنم یعنی به بعض خانمایی که میگم هزینه کمتر هم میشه شما یک غذای برای 2 نفر ما رو برای 2 نفر پخته کردم شاید اینا برای 4 نفر هم سر شه خب اگه سعی کوشش کنیم دیگه باز سلیقه خود شما فرقی داره که سلیقه به خرج بدین چی رقم ببار کنین چی رقم ببار نکنین ما میتونیم ساده و پیاده پخته کردیم برای 2 نفر نوش جان بفرمایید.